آن نتیجه زحمت‌های شبانه روزی و جانفدایی اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می باشد. این شخصیت در تاریخ ملت تاجیک به سابقه محض توسط مهنت، زحمت، جانفدایی ها، از خود گذشتن ها، قهرمانی ها به ملت صلح آورد. کشوری در آتش سوزان خاکستر شده و ناامیدگشته را از ناامیدی ها رهانید. رشد آن را تأمین کرد. به این مملکت سرسبزی بخشید. تجربه حیاتی یک نفر از میلیون ها مردم تاجیک، صفتهای او همچون رهبر سیاسی، مسئولیت بزرگ شرفندی یک فرد در نزد خلق، دولت بر اعلا نشان داد که توانایی، ننگ و ناموس و جانفدایی او چه قدرت و قوت دارد. فرزند انسان به چگونه قهرمانی ها قادر است. وقتی که ارگان‌های حفظی حقوق، مقامات اجرایی حکومت دولتی گروه مشخص را گروه متشکل جنایتی نام میبرند، این گروه ها گاه واکنش ناراضیانه نشان میدهند. حالا هم شما و هم این گروه ها با دقت توجه کنید که قانونگذار کیها را، کدام گروه ها را گروه متشکل جنایتی نام میبرد و خلاصه برآورید. طبق قانون درباره مبارزه برای جنایتکاری متشکلانه از 15 مارس سال 2016 گروه های متشکل جنایتی گروه های استواری، شخصانی که پیشکی برای صادر کردن یک و یک چند جنایت متحد شده اند، همچنان اتحاد جنایتی متحد شوی دو و یک چند گروه های متشکل که برای صادر نمودن جنایت های وزنین و یا مخصوصا وزنین به تشکیلات استوار تبدیل یافته، فعالیت آن به تقسیمات وظیفه های اداره کنی، تأمین و اجرای مقصدهای جنایتکارانه اتحاد در بین اعضاهای اتحاد و ساختار آن اساس می‌یابد، نام برده می‌شود. در شرایط شهر خاروخ 6 گروه های جنایتی یا اتحاد جنایتی حکومت میکنند. فعالیت آنها به پرگی به علامت هایی که قانون معین کرده است جوابگو می باشند. این 6 گروه رهبر دارند، تأمینگر دارند، محافظ دارند، اجرا کننده عمل جنایتی دارند، تقسیم کننده یراق اسلحه دارند. در خانه های سرکردگان گروه های متشکل طربخانه و جاهای معین جمع می شوند، با یکدیگر طرز های گوناگونی علاقه معین کردگی هستند، سپارش های جنایتکارانه می گیرند، پی اجرای آنان می شوند. این گروه ها قسما آدمایی که سادله ها را از ناحیه های روشن، شغنان و رشقله نیست گاه ها مشاهده می‌گردند که به شهر خاروخ آمده مصلحت ها میکنند. قسمت اساسی آنها را شخصان معین تشکیل میکنند. جوان هستند. آنها با فریب و نیرنگ، دروغ محض و بانه‌های گوناگون جوانان بی تجربه را در اطراف خود جمع می‌نمایند. نفرانی که از روی نافهمی به این گروه ها جلب می‌گردند، اعمال آنها را می‌فهمند، از پی اجرایش سپارش آنان می‌گردند. طبق قانون اعضای گروه های متشکل جنایتی به حساب می‌روند. جنایت وزنین صادر می‌کنند. نسبت آنها قوه قانون استفاده می‌شود. در صورت سری وقت از گروه جدا گشتن، این جوابداری از دوش آنها برداشته می‌شود. این را نه خود جوانان و خویش تباران آنان باید فراموش نکنند. محض توسط موجودیت همین گونه گروه‌های متشکل جنایتی در شهر خاروخ
فضای ناسالم قانون ویرانکنی، جنایتکاری، آدم بدبینی از جانب گروه از جوانان که به دیگر منطقه‌های جمهوری عموما خاص نیست به چشم می‌رسد. همین گونه فضای ناسالم با آبرو با منزلت ولایت کوهستان بدخشان لطمه میزنند. وضع جنایتکاری مخصوصا در شهر خارق تا حال نهایت دشوار باقی ماند. در 9 ماه سال روان در ولایت 456 جنایت صادر شده است که از آن 26 جنایت وزنین، 143 جنایت مربوط به رساندن ضرر به سلامتی، زورآوری نسبت نماینده حکومت، غیرقانونی نگاه داشتن سلاح و اسلحه، گردش غیرقانونی مواد مخدر، اوباشی و راهزنی، دزدی، غارتگری و قلابی میباشد. از تعداد جنایت‌های صادر شده 35% این جنایت‌ها به شهر خارق راست می‌آید. 342 نفر در اینجا دست به جنایت زدگی هستند. همین طور از سال 1992 تا این جانب 1282 جنایت است که ناکشوده مانده است در گریز، در کوفتکو و غیره. از جمله 31 نفر کشته است آدم می‌گریزد، 67 اوباشی، 40 معاملات مواد مخدر، 17 غارتگری، 17 راهزنی، 877 دزدی. اکثریت جنایت‌ها از جانب سرکردگان و راهبران گروه‌های متشکل جنایتی صادر کرده شدند. در نتیجه مبارزه‌های قاطعانه در دوام سال‌های 2011 و 2018 163 نفر سرکردگان و اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی با جرم جنایت وزنین دستگیر کرده شدند. سال 2011 2 نفر دستگیر شده است، 2012 6 نفر، 2013 13 نفر، 2014 17 نفر، 2015 18 نفر، سال 2016 46 نفر و 36 نفر فقط امسال از این گروه ها دستگیر کرده شدند. با حکم سود عالی 146 نفر سرکردگان و اعضایان گروه متشکل جنایتی از 1 تا 21 سال از آزادی محروم گردیدند. در دوام 25 سال آخر از ساکنان ولایت از 5000 و در 5 سال آخر زیاده از 1500 میل سلاح مصادره شد. بدبختی آن است که این تمایل داشتن یراق، گرفتن یراق سال به سال زیاد شده ایستاده است. یک 178 سلاح از جمله 75 автомат کلاشنیکوف، 3 عدد پولمیوت کلاشنیکوف، 2 عدد ارپگ گرانتامیوت، 1 عدد سلاح اتوماتیکی استحصال آمریکا نو M16، 34 عدد پیستول مکارف، 35 عدد توز، 11 عدد کرابین، 9 عدد کمان شکاری، 30 عدد نارنجک دستی، 119 عدد کپسول دتوناتور، 6 عدد سناریاد مینامیود، 125 عدد سناریاد اسپگی، 2 عدد تیر پاتستفولنیک، 2 عدد الکترودتوناتور، 3 عدد تجهیزات ترکنده، 960 گرم مواد ترکنده، 110 عدد تیردون و دیگر لوازمات هست که وقتی شما رو نگیریم اساسی انامین هست. شما تصور کنید همگی در 3 روز. البته در اینجا مقامات اجرای حاکمیت دولتی، ولایت، شهر، پیش از همه ارگان های وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، خود مردم بدخشان یاردم کردند. 2013 تا 9 ماهی سال جاری از اعضایان گروه های متشکل جنایتی زیاده از 3 تانه مواد مخدر مصادره گردید. همین طریق سال 2015 291 کیلوگرم مواد مخدر،
سال 2016 321 کیلوگرم مواد مخدر، سال 2017 570 کیلوگرم مواد مخدر مصادره کرده شد. در 9 ماه سال 2018 از شهر خروغ از ناحیه روشان شغنان 510 کیلوگرم یعنی جدا از نیم تونه مواد مخدر گرفتیم. در نزد وزارت ریاست کارهای داخلی پست میگذارم. من میکنم وظیفه منیسته هم من میکنم سپور این همون نمیستد tur کده میگه از کافوش یک گرانات میوبن دو تا کور میوبن در هر نوار گفتن نشوندن شام خورشید اصلی گفتن هر روز bu da پیش همون ریاست من میکنم ماشین نمیستد رفته دورتر میستد نیسته پیشش میاد وقتی پیشش میآید با تمام قوت در شدگی طرف کافو های میکنه با تمام اسکورس کنند دیگه میافتد خوش بشکند انا احواله بین اینا نامشا گفتند من برای اون نامشا خود نمیگم ما بود خطا نباشد کارمند ساحل تیب بوده است کفت کوده است دستگیر میکنیم در پست من میکنم و میستد بالاتر رفته میستد و میگن ماشین پرو حجت را بر حجت نیست میگیرن رقم های حجت دروغ آورده است رقم ها تماما دیگر رقم پیش یک رقم رقم کافو یک رقم این ماشین بانوی خودش هم نیست کاغذ کسی نمیشسته میکنه داخل دیدیم داخل عرق داخل دیگر سه جوان مرد در درون میشن دستگیر کردیم من نمیکنم وقتی پیش نمیستد کارمند دیگری حرکت میکنه زیر میکنه کارمند دیگره این همین خیلی وقت میوبد بلوی کافو بکنه طلبای میکنه در حضور محترم پروکتور گنرالی برئیس کمیته دولتی امنیت ملی همچون سردار سیتوت صلاحیت داده شد که مسئله گذراندن عملیات ضد گروه مشترک جنایتی و دوش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی گذاشته میشه. گذراندن ساعت چند کی و مقابل کی و چندین بار تاکید کردند که ما قواهای مسلح کمیته دولتی امنیت ملی از قواهای داخلی هرگز در یگان حالت و مقابل مردم آسایشته یگان نمود سلاح یگان نمود تهدید ایجاد نمیکنیم. وظیفه جانی ما همین هست با مقابل ساکنان بسیار ارجمندی شهر خروغ دیگر ناحیه ها یگان خیل عملیات گذرانده نمی شود لیکن در زیر نشانی کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی تمام گروه مشترک جنایتی که 6 این گروه نام به نام هستند هست اینها شکری تینجی که در آخر را سپردند این چیز ما را مطمئن کرد برای تینجی در همین حال برای امانی فقط همین شب چقدر سپردن آدمای کنکرت از این گروه 6 نفر از محل نوبرده گفتن 8 تا 10 تا 3 تا 4 تا 5 تا سپردن این چیز ما را مطمئن کرد ما درباره چند یراق داشتن گروه های متشکل جنایتی شهر خروغ معلومات دقیق داریم در حوالی آنها چند نفر با یراق ایستادگی‌اند نوع‌های یراقی چون از کدام عبارت هست ما ذخیره تیرهاشون هم میدونیم شبها در کدام بالاخانه پولیموتی کلاشنیکوف در کدام مرشروط گرانتامیات گرفتگی‌اند کی разведчикاشون در کجا کار میکنند